مقصد معبد گانگارمایا. قبل از اینکه به کلمبو بیام شوق زیادی رو داشتم برای دیدن معابد کلمبو. معابدی از جنس معماری خاص. معبد گانگارمایا معبدی به قدمت قرن 19 که توسط هیکادوئه تأسیس شد. این معبد در طی یک دوره تغییرات اجتماعی و مذهبی قابل توجهی در سریلانکا تأسیس شد. جالبه که بدونید در زمان تأسیس این معبد بودیسم پس از قرنها حکومت استعماری تجدید حیات شد. معبد گانگارمایا با معماری خیره کنندش از همون ابتدا ما رو مجذوب کرد، به طوری که زمان از اختیار ما خارج شد. تلفیق مدرنیته و سنت در ظاهر این معبد کاملا مشهود. طبق رسم معابد در بد به ورود کفشا رو تغییر داد. زمان ورود ما مقارن شده بود با انجام مراسم مذهبی و فرصتی برای کشف و فهمیدن. بنابراین در صف ایستادیم تا وارد مکان مقدس بشیم، جایی که راهبان در حال انجام امور دینی بودند. بعد از پایان این بخش، برای رفتن به بخش اهدای هدایا به معبد باید از قسمت باشکوه معبد که میشه مدرنی‌تر و کامل دید عبور کرد. بریم با هم قسمتی که هدایایی که به بودا اهدا شده رو ببینیم. در این بخش تمامی هدایایی که به معبد اهدا شده کاملا قابل رؤیت است. خروج از بخش هدایا مقارن هست با ورود به حیات معبد، جایی که درخت کهنسالی به چشم می‌خورد. درخت بودی، نماد روشنگری بودا. این درخت که قدمت زیادی داره مکان مقدسی برای نیایش و دعا محسوب میشه. مریدان در کنار این درخت مقدس علاوه بر شمع روشن کردن مدیتیشن هم انجام میدن. ورود به بخش مرکزی معبد، بخش خیره کننده و جذاب. در این بخش مجسمه بودا رو در حال مراقبه خواهید دید و همچنین چندین مجسمه بزرگ دیگر در حالتهای متفاوت بدنی به چشم می‌خوره. وجود مجسمه‌های متفاوت، تلفیق رنگ و طراحی ویژه‌اش ما رو کاملاً مجذوب خودش کرده. علاوه بر قسمت‌های اصلی، معبد دیگه‌ای در نزدیکی معبد گانگارما هست به نام سیما مالاکا که قراره در ادامه بریم و ببینیمش.
بخش جذاب دیگر معبد گانگار مایا بخش سالن مدیتیشن یا سالن سیما مالاکا هست. این بخش که تقریباً در فاصله 300 متری از بخش اصلی معبد هست، بخشی که بر روی دریاچه ساخته شده و به عنوان یکی از زیباترین بخش‌های معبد شناخته میشه. طبیعت خیره کننده و دریاچه جذاب اطراف سالن کاملا ما رو مجذوب خودش کرده بود. بعد از پایان این بخش، روز اول سفر ما به پایان رسید.